تاکپروری یک از ساحه‌های رشد یابنده خواجگی دهاتی ولایت به حساب رفته. طی سالهای آخر با دستور سپارش و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در ساختار کشاورزی و بین اهالی نوع‌های نوی انگور که در مقیاس جمهوری استحصال کرده می‌شود مورد پرورش و مساحتش سال از سال زیاد شده است. البته تاکپروری از شغل‌های قدیمی مردم تاجیک محسوب یافته. قریب که در همه حولی‌های ساکنان دهات نوع‌های تگابی، حسینی، چیلگی و کشمش سیاه بسیار معمول است. این حال در ساختار کشاورزی منطقه‌های تاکپروری ولایت که مساحت بیشتری تاکزار دارند، ناحیه‌های باباجان غفاروف، استرافشان، دیوشتیج و پنجکن به حساب رفته. همه سال حجم بیشتری انگور محض در همین ناحیه‌ها استحصال کرده می‌شود. با نظرداشت اقلیمی طبیعیش هر سال انگور اول در ناحیه باباجان غفاروف پخته رسیده، از نیمه اولی ماه آگوست آن دیگر ناحیه‌ها را فرا می‌گیرد. مثلا در خواجگاه‌های شهری استرافشان که مساحت تاکزارش عین حال 3637 گکتار را تشکیل داده، 3500 گکتارش حاصل دهنده به قید گرفته شده است. نوع‌های زیادی انگور پرورش کرده می شود، ولی 5-6 نوع آن بین کشاورزان معمول و مساحت بیشتر را فرا گیرد است. نوع‌های انگوری که به پرورش و استحصالش توجه خواجگیداران نگرانده شده است، اینها کشمش سیاه و سفید، حسینی، چیلگی، طایفی و وسرغه به حساب می رود. اولین شده انگور چیلگی پخته می رسد که مرحله آن در ناحیه باباجان غفور اگر آخر ماه ایون و اولی ماه ایول باشد، پس در استرافشان آن به اولی ماه آگوست راست می آید که بعد از آن نوع‌های دیگر پخته می رسند. استرافشان دارای 10 جماعت دهات بوده، ولی تاکپروری اساساً در حدود جماعت‌های نجانی، گلی سرخ، زرحلال و صبرستان با نظرداشت اقلیمی طبیعیش براه مانده شده است. در این سمت جماعت دهات صبرستان از کلانترین موضع تاکپرور به حساب می رود. در حدود جماعت دهات صبرستان زیاده از 1540 عدد خواجگی‌ها به قید گرفته شده‌اند که زیاده از 1201 گکتار میدان تاکزار موجود می باشد. خیلی که امروز من شمایان دیدم نشو نمای باغ و تاک خیلی خوب بوده. در اینجا اساساً انگور سیاه، انگور حسینی، انگور چیلگی، انگور طایفی و دیگر نمودهای انگورها پرورش کرده می شود که در بازارهای شهر و ناحیه جمهوری تاجیکستان عزیزمان به فروش برداشته می شود. مردم جماعت دهات صبرستان اساساً انگور سیاه را برای میز سویگی برده در خانه های خود خشک می کنند که امروزها برای صادرات زیاده از هزارها تن میز موجود می باشد. موافق حساب پیشکی متخصصان یا به اصطلاح ابرباتیه، حاصل انتظاری امسالی تاکزار خواجگاه‌های شهری استرافشان بیش از 30,000 تن معین کرده شده است که بعد جمع‌آوری قسماً به فروش و نوع‌های کشمش سیاه و طایفی بیشتر مویز کرده می‌شوند. در این سمت خواجگیداران تجربه باید دارند. مردم جماعت دهات صبرستان اوید همین خشک کردن میز خیلی تجربه زیاد دارند که بغیر از خشک کردن میز سیاه به طریق سویگی با واسطه اشقوری هم نیست کاربری کرده دیگر نمودهای میزها را نیز خشک میکنند که این حال از میز سال گذشته زیاده از 3000 تن به اهالی خواجگی های جماعت دهات صبرستان وجود دارد. باید تذکر داد که تاکزار خواجگاه‌های شهری استرافشان اساساً با اصول بابایی یعنی کافتن خندق‌ها برای ذخیره آب و نم نگهداری و فصل زمستان زیر خاک کردن تاکزار بنیاد گردیده، اساساً مهنتی پرزحمت دستی را تقاضا دارد، زیرا بعد در زمستان زیر خاک کردن فصل بهار از زیر خاک برآورده می شود. این حال در جماعت‌های دهات شهری استرافشان بیش از 5,500 خواجگاه دهقانی عرضه وجود داشته، از این نشان داد 3,500 عددش با تاکپروری مشغولند. با نظرداشت مساعد آمدن هوا، متخصصان حاصل ناکی امسالی تاکزار را در استرافشان فراوان ارزیابی می‌کنند.